و به نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز جمعه 15 مارس است. من طاهری سفر تا 10 دقیقه دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. قبل از خبرها نگاه به وضع هوای امروز که در ولایت ختلان نظر به روزهای پیشتر گرمتر می شود. با گفته هواشناسان حرارت امروز در این ولایت جنوبی تاجیکستان تا 25 درجه می رسد. در ولایت سوغ نیز حرارت بالا می رود و از 22 درجه شاید گذرد. در بدخشان هوا مثل دیروز است، فقط 9 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه و نواحی اطراف آن هوا بهاری است، حرارت به 22 درجه خواهد رسید. خب شروع میکنیم از خبرهای مهم. مقامات مرزبانی تاجیکستان گفتند وضع در مرز با قرقیزستان مرکب و یا پیچیده باقی میماند. روز 14 مارس در مرز ولایت سوغد با بادکند قرقیزستان یک شهروند تاجیکستان کشته شد و 2 نفر دیگر جراحت برداشتند. از جانب قرقیزستان هم در ماجرا یک افسر میلیسا مجروح شده است. جنجال میان ساکنان دهاتی کشورهای هممرز روز 13 مارس بعد از سر گرفتن ساختمان قطعه راه کوکتاش آقسای تمدیق سر زد. در 2 روز گذشته در این ماجرا 2 شهروند تاجیکستان کشته شدند و بیشتر از 20 نفر دیگر از جمله 2 شهروند قرقیزستان جراحت برداشتند. مرکز مطبوعات سرایست نیروهای سرحدی تاجیکستان شام 14 فوریه با پخش یک بیانیه گفت صرف نظر از تدبیرهای امنیتی وضع در مرز مرکب باقی میماند. در بیانیه گفته می شود تخمینا ساعت 15:30 ساکنان دهه آقسای قرقیزستان که در حدود جماعت واروخ جمع آمدند راه را بستند و بی اساس به طرف شهروندان تاجیکستان سنگ انداختند. شهروندان تاجیکستان مجبور شدند از خود دفاع کرده و ساکنان ولایت بادکند جواب گردانند آمده است. در این بیانیه در اظهارات سرحدبانان قرقیز درباره آتش کشادن به سوی شهروندان تاجیکستان، در این اظهارات سرحدبانان قرقیز را مقامات تاجیکستان به آتش کشادن به سوی شهروندان بی‌سلاح تاجیکستان متهم می‌کنند و با گفته مرزبانان در نتیجه این جنجال شهروند تاجیکستان رسول الدین تشایوی 37 ساله ساکن جماعت واروخ به هلاکت رسید. روز از این پیشتر حسین حکیموی 43 ساله کشته شد. مقامات قرقیزستان گفتند دیروز یک افسر میلیسای کشور جراحت برداشت. به اطلاع خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان مناقشه میان ساکنان آقسای ناحیه بادکند و دهه مهنت آباد واروخ تاجیکستان بعد از ظهر روز چهارشنبه سر زد. مقامات قرقیز سبب ماجرا را کار در ساختمان راه میان آقسای تمدیق در ناحیه بادکند گفتند. روز 14 مارس مقامات قرقیزستان همچنین گفتند قطعه زمینی که در آن ماجرا برخاست قلمرو این کشور است، ولی تاجیکستان گفت این قطعه بحث برانگیز است و هیچ جانب حق ندارد در اینجا کارهای ساختمانی انجام بدهد. روز پنجشنبه برای به اعتدال آوردن وضع معاونان نخست وزیران 2 کشور جنیش رزاقوف و عظیم ابراهیم ملاقات کردند. مناقشه اول میان ساکنان دهه تاجیکان جماعت واروخ اسفره و آقسای تمدیق ولایت بادکند قرقیزستان رخ داد و بعداً با بسته شدن راه به خواجه اعلی جماعت چارکوه کوچید. ساکنان دهه تاجیکان در جماعت واروخ اسفره علیه ادامه ساختمان راه قرقیزستان در نقطه به گفته آنها بحثی مرزی 2 کشور اعتراض داشتند. آنها طلب می‌کردند که تا زمان معین شدن خط سرحد بنیاد راه از طرف قرقیزستان باز داشته شود. و امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سورونبای جینبکوف پرزیدنت قرقیزستان روز 14 مارس وضع در مرز 2 کشور را بررسی کردند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان گفت که سران 2 کشور به سازش رسیدند نزاع در مرز از راه مصالحت آمیز رفع شود. به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری سورونبای جینبکوف در صحبت تلفنی با امامعلی رحمان به نزدیکان حسین حکیموف شهروند تاجیکستان که در نزاع کشته شد همدردی بیان کرده است. در بیانیه آمده است پرزیدنت جمهوری قرقیزستان سورونبای جینبکوف تعزیه و تسلیت و همدردی عمیق خود را به اعضای عائله و نزدیکان شهروند جمهوری تاجیکستان حسین حکیموف که در اثنای نزاع نزدی سرحدی به هلاکت رسید ابراز داشت. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان همچنین گفت سران 2 کشور جهت دادن سفارش‌ها به مقامات صلاحیت دار جانب‌ها در خصوص تفتیش همه‌جانبه این نزاع که باعث تلفات گردید همچنین استفاده راه‌های مسالمت آمیز رفیعان به موافقه رسیدند. نوید بامدادی رادیو آزادی است و اگر شما هم خبری یا ویدیویی دارید یا مثلا در مرز هستید و عکس برداشتید ویدیو گرفتید
پس به ما بفرستید، ما تحقیق میکنیم و خبر درست را به شما و دیگران هم میرسانیم. تلفن های ما برای تماس کد 420 724 053 959 و کد 420 724 056 681. با ایما، واتساپ و وایبر و تلگرام با هر کدامی که خواستید به ما نویسید. برنامه را ادامه می‌دهیم. مقامات پلیس در زلندیای نو میگویند در نتیجه تیراندازی یک فرد مسلح در نزد مسجد در شهر کریستچرچ چند نفر و ظاهرا افراد زیاد تلف یافتند. یک نفر با اتهام تیراندازی دستگیر شده است. مایک بوش، رئیس اداره پلیس شهر، گفت که تیراندازی صبح 15 مارس شروع شد و از مردم خواست در خانه‌هایشان بمانند و به هیچ یک از مسجد در زلندیای نو نروند. مطبوعات این کشور خبر داد تیراندازی در نزد مسجد نور صورت گرفته است و به قول شاهدان 3 نفر در خون آغشته روی زمین می‌خوابیدند. بنا به گزارش‌ها چند نفر کشته شدند، ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات گفتند که هنگام تیراندازی صدها نفر در داخل مسجد نور بودند. درباره فرد تیرانداز هیچ خبری تاکنون نشر نشده است. مسلمان‌ها در زلندیای نو حدود 1% اهالی کشور را تشکیل می‌دهند. اهالی زلندیای نو تقریباً 5 میلیون نفر است و طبق آمار حکومت از سال 2003 در زلندیای نو 50,000 مسلمان زندگی میکنند. در این کشور در برابر مسلمانان همچنین مسیحیان، هندوها و بودایی هستند. و نزدیکتر میرویم به افغانستان که به نظر میرسد صحنه سیاسیش باز به یک بحران دیگری امنیتی و سیاسی روبرو می شود. اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، فرمانده پلیس ولایت بلخ محمد اکرم سمی را که از طرفداران والی پرقدرت پیشین بلخ عطا محمد نور بود برکنار کرد و عبدالرقیب مبارز را به جای او تعیین نمود. این امر به مخالفت عطا محمد نور که در منطقه از نفوذی زیاد برخوردار است روبرو شد. بعد از ظهر روز پنجشنبه میان طرفداران عطا محمد نور و نیروهای ویژه پلیس مستقر در مزار شریف و دیگر نیروهای خاص که از کابل آمدند درگیری صورت گرفت. با آنکه مسئولان امنیتی افغانستان و مقامات دولتی بلخ در این رابطه نمیخواهند با رسانه‌ها صحبت کنند، خبرنگار رادیوی آزادی از محل حادثه گزارش داد که افراد مسلح که در تن لباس غیر نظامی دارند در اطراف محل رویداد و دیگر نقطه‌های شهر مزار شریف دیده می‌شوند. این افراد مانع نزدیک آمدن خبرنگاران و مردم به اطراف فرماندهی پلیس بلخ شدند. منیر فرهاد، سخنگوی والی بلخ، دیروز گفت که گفتگو با هدف معرفی و یا معرفی نشدن عبدالرقیب مبارز میان اعضای شورای ولایتی، نمایندگان شورای ملی و مسئولان فرستاده شده از کابل در دفتر رئیس ولایت ادامه دارد. تا حال دایر به تلفات در این درگیری ها گزارش نرسیده است. عطا محمد نور گفته است که تغییر فرمانده پلیس بلخ یک اغوا بر ضد امنیت و آرامش مردم است. روز 13 مارس در گردی همایی در شهر مزار شریف گفت این تغییرات و تعیینات سبب تنش و جنگ در برابر حکومت مرکزی خواهد شد. مقامات ازبکستان تصمیم گرفتند روای نقلیات به چین از طریق قلمرو تاجیکستان را به راه مانند. در این باره شوکت میرزیوف، رئیس جمهوری ازبکستان، همین هفته قراری را به امضا رسانیده است. در قرار دایر به چاره‌های تقویت اقتدار ترانزیتی ازبکستان آمده است روای سنجشی نقلیات در راه ازبکستان، تاجیکستان، چین به راه مانده شود. یک نماینده وزارت نقلیات ازبکستان گفته است روای سنجشی باید امکانات حمل و نقل بار از ازبکستان به تاجیکستان و چین را معین کند. ازبکستان همسایه مرز مستقیم با چین ندارد، ولی ماشین‌های باربر آن امکان دارند از طریق قلمرو تاجیکستان به ولایت شینجان اویغور چین هم بروند. و یک خبری ورزشی ولی خبری زیاد خوشحال کننده نیست. خبر درباره آنکه امید حسنبکوف عضو دسته منتخب سامبوی تاجیکستان با قرار فدراسیون بین المللی سامبو برای استعمال داروهای ها تمام بخش نیرو افزا به مهلت 4 سال از حق شرکت در مسابقات بین المللی محروم شد. در این باره فدراسیون سامبو روز 15 مارس در وبسایتش خبر داده است. به اطلاع این منبع بر اساس قاعده های ضد دوپینگی 12 سپتامبر سال گذشته هنگام تشخیص در بدن امید حسنبکوف از جمله آثار داروی ممنوع استانوزولول را آشکار کردند که آژانس جهانی ضد دوپینگ استفاده آنها را ممنوع کرده است.
اکنون امید حسنبکوی 30 ساله در مسابقه سامبو در بازی‌های تابستانی آسیایی ماه سپتامبر سال گذشته در شهر جاکارتا اندونزیا مدال نقره گرفته بود. بر اساس قاعده‌های بین‌المللی حالا امید حسنبکوف از این مدالش محروم شد. خوب، مثل همیشه در پایان برنامه و برای آنهایی که امروز میخواهند پول عوض کنند یا از روسیه به تاجیکستان پول بفرستند، قربی سامانی در برابر دیگر اسعار خارجی را یادرس میشویم. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی امروز 15 مارس $1 به 9 سامانی و 43 دیرم و 1 یورو به 10 سامانی و 67 دیرم برابر است. قربی روبل روسیه بی تغییر است و مثل دیروز برای 1000 روبل به شما 144 سامانی می دهند. خوب بیننده عزیز و ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان نوید بامدادی امروز و یادآور می شوم که برنامه خبری رادیو آزادی تا چند ساعتی دیگر ساعت 5 به وقت دوشنبه در همینجا در کانال آزادی ویدیو مستقیم نشر می شود. ما را می توانید در وبسایت azadi.org هم به طریق زنده تماشا کنید. ساعت 5 به وقت دوشنبه و ساعت 3 به وقت مسکو. از آنکه تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم و یادآور میشم اگر خبر و ویدیویی که دارید تلفن های ما را میدونید به ما بفرستید، سعی میکنیم در برنامه نشر شود.